سلام و شبتون بخیر. آقا امشب شب یلداست و بنده موشکافم یه ویژه برنامه یلدایی دارم و باید زود برم. اما این دلیل نمیشه که قرار موشکافی هر شب رو کنسل کنم. بله، اونم تو شبی که آخوندا یه پس کردنی درسته حسابی نوش جان کردن. رئیس جمهور امریکا مصوبه‌ای را امضا کرد که در آن ایران در ردیف کشورهای نظیر سودان، عراق و سوریه قرار گرفته. بر اساس این مصوبه هر کسی در 5 سال گذشته به ایران، سودان، عراق و سوریه سفر کرده باید برای ورود به امریکا ویزا دریافت کند. این مصوبه حتی شامل شهروندان 38 کشوری می شود که برای سفر به امریکا نیازی به ویزا ندارند. این طرح که 10 روز پیش در مجلس نمایندگان امریکا تصویب شد، اولین حرکت ضد ایرانی مقامات امریکایی بعد از برجام است. علی لاریجانی رئیس مجلس هم این اقدام ضد ایرانی امریکا را مغایر با بندهای مختلف برجام خوانده است. رأس مجلس لاریجانیا که جای خود داره. حتی اولاغچی هم صداش در اومده که این نقض برجامه و اگه قرار باشه اینجوری با احساسات اعتدالی نظام بازی کنید ما هم باهاتون قهر میکنیم. معاون وزیر امور خارجه گفت قانون جدید دولت آمریکا مراودات اقتصادی، گردشگری و علمی فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، لذا نقض برجام است. چوب و پیاز 100 تومن کم بود، پس کردنی بهش اضافه شد. ته خط نرمش ذلیلانه و مذاکره و اون همه قش و ضعف اعتدالی این شد که ملاحظه فرمودید. یعنی هر کی بخواد از آمریکا بیاد ایران و سیبیل آخونده رو چرب کنه دیگه نمیتونه برگرده. خب سیته دیگه، خیلی هم سیته. مجلس نمایندگان آمریکا یک اقدام غیر منطقی، اقدام غیر قابل دفاع که نشونگر کینه‌جویی و ادامت این قدرت سلطه‌گر علیه نظام اسلامی انجام داد که نشون میده که پشت لبخند زهراگین آمریکا آقای اوباما و آمریکا یک شمشیر آخته است. عرض بنده اینه که ما به عنوان مجلس و دولت جمهوری اسلامی چه خوب بود که یک اقدام متقابلی انجام بدیم. ما هنوز این اقدام متقابل رو ندیدیم و جای خالی اون هست. سلیمی بله، من اخطار رو وارد میدونم. ما هم از مقامات دیپلمات کشور، وزارت خارجه و دولت میخواهیم که حتما در رابطه با این رفتار دشمنانه و خصمانه دولت آمریکا عکس العمل مناسب رو نشون بدن. بنده موشکاف نمیدونم مم جواد ظریف اون پشت مشتاد چه نقنوقی کرده و چه واکنشی نشون داده. اما تو همین ایروبیر یه نامه از وزیر خارجه آمریکا منتشر شد که یه چیزی تو مایه شیر مالیدن به سر یه بچه، اونم با یه پوسته تو خالی شکلات بوده. آقای وزیر عزیز، این جانب همچنین اطمینان دارم که تغییرات جدید برای کسب روادید که در کنگره تصویب شده است به هیچ وجه مانع ما نمی شود که تعهدات خود بر طبق برجام را اجرا کنیم. بدین منظور ما بالقوه ابزارهای متعددی را در اختیار داریم، شامل صدور ویزاهای تجاری 10 ساله چند بار ورود، برنامه‌هایی برای تسریع در صدور ویزاهای تجاری و اختیار توقف اجرای قانون که طبق این مصوبه جدید به ما داده شده است. ارادتمند جان اف کری. اصل قضیه همون مصوبه بود که امضا شد. نامه پشت پرده دیگه به چه درد میخوره؟ با این دلخوش کنکا نمیشه دماغ سوختگی شیخ فری و باقی آخوندا رو دوا درمون کرد. تازه این که فقط یه طرف ماجراست. اینطور که بوش میاد میخواد تحریم‌های بانکی هم به خاطر مراوده آخوندا با نوچه های لومبرانیشون برگرده. این یعنی فاتحه. بروجردی رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع:
به نظر من برجام مسیر خود را ادامه خواهد داد و سنگ‌اندازی آمریکایی ها نمیتواند تغییری در روند اجرای آن ایجاد کند. حالا ولی فقیر رو تصور کنید که چوب نقد برجام رو خورده اما بوی نون نسیه هم به دماغش نخورده. حالا از یه طرف از درد زهرخوری به خودش میپیچه، از اون طرف هنوز که هنوزه گلوش زیر فشار تحریم و سایر بدبختی هاست. خب دوستان فعلا خداحافظی میکنم. من امشب بازم خدمت میرسم. یه هندونه قرمز رسیده نگه دارید تا با هم موشکافیش کنیم. شب یلداتون خوش.